به همگی. امروز قراره که با من همراه باشید بریم داخل سوپرمارکت توی ژاپن ببینیم که قیمت محصولات چقدره. برای حدوداً چند روز شدم یه هفته خرید کنم، همزمان قیمت ها رو هم به شما نشون بدم که ببینید چجوریه تو ژاپن. همراه من باشید. بریم داخل. اینجا اکثر مواقع چیزایی که تخفیف خورده رو میذارن. اول از همه با هم دیگه میخوایم بریم طبقه پایین که ببینیم توی قسمت محصولات تازه و فرش چی هم میتونیم پیدا کنیم. اینجا هم زده، اینجا مال گوشت و ماهی و این چیزاست. اینم ماهی. اول از همه از اینجا شروع میشه. با قیمت چیزایی که خودم دوست دارم بخرم و خودمون اکثر مواقع میخریم و دوست دارم نشون بدم. همین امروز صبح برش زدن، تقریبا ساعت 6 ایناست، چون داره نصف روز ازش گذشته تخفیف خورده. چیز دیگه که خیلی مورد نیاز همه هست و قیمتشو باید بدونید، 257 ین تخم مرغ. چیز دیگه که خیلی خوشمزه است من میگیرم، خیلی وقتا هم تخفیف میخوره، خیلی عطر خوبی داره. اینجا خیار رو داریم. ما هر وقت میخوایم سالاد شیرازی بخوریم میایم یه دونه خیار، یکی دو تا خیار میگیریم با مثلا یه دونه از اون بسته‌های چیز. خیاراشون هم واقعا خیاره. چیزی که برمیدارم تو طول هفته تقریبا 2 تا یا 3 تا آووکادوه که الان قیمتش حدوداً 257 ینه، ولی خب اکثر مواقع موقعی که تعدادشون کمتر میشه حدوداً میشه 170 80 ین که حالا الان به هر حال نیاز دارم 2 تاشو برمیدارم. آره وقتی تخفیف میخوره خیلی تعداد بالا برمیداری. مثلا 5 6 تا برمیدارم موقعی که تخفیف میخوره. اینجا هم اکثر قارچا رو داره که حالا از این مدل قارچا داره. این مدل مورد علاقه من اینه. آره این مورد علاقه. نگار میگه که اینا بهتره. آره این چون طعم و عطرش بهتره. همشون هم 170 ینن. خب از این قسمت کلا مرغا شروع میشه. مرغی که من همیشه برمیدارم اکثر مواقع حدود 700 گرم یا 1 کیلویشو برمیدارم که الان قیمت این 700 گرمیه 567 ینه. بردارم مرغ الان امروز مرغ نداریم آره. ولی این مرغ خوشمزه تره، اینو من بیشتر میپسندم، قیمتش یه مقدار بیشتره، رون خورد شده است. ازای هر 100 گرم 129 ینه. آفرین. اون یکیه به ازای هر 100 گرم 75 ینه، تقریبا نصف. آره. که این رون خب دیگه همه رون میدونن خوشمزه تره. من رون برمیدارم. ها چه کاریه، 2 تاشو برمیدارم. یه روزم نگار از این که اینجا هست برامون گرفت. این معلوم نیست چه کوفتی بود، اصلا حالم من داخلش چی بود؟ قزروف و اینا داشت. من که اصلا نتونست، همشو ریختیم دور. بعد اینم قسمت گوشتشونه. بچه‌ها اینایی که دارم بهتون نشون میدم همش آزمون خطا شده ها. یعنی بعضی موقع خودشون یه چیزایی دوست دارن و درست میکنن میذارن که مثلا روزای اول که ما اومده بودیم مثلا من میترسیدم دست بزنم. هنوزم که هنوزه مثلا اینی که بهتون نشون دادیم برمیداریم یه سورپرایز اینجوری داریم، مثلا این چیز بدمزه باشه، ولی حتما از گوگل ترنسلیت استفاده کنید و روی اینا رو بخونید. از این قسمت هم دیگه گوشتا شروع میشه. گوشت تو تخصص روحام میسپارم دست ما. خب حالا که دوربین اومد روی من دیگه، از این به بعد من صحبت میکنم. خب این قسمت هم که میبینید دیگه گوشتا شروع میشه که حالا اونجا مرغ بود، اینجا گوشت گاوه دیگه، درسته؟ آره گوشت گاو. این قسمت مشخصه. کلا این قسمت از اونجا که یه دونه حالت حصارم گذاشتن. اگر دقت کنید بوتانیکو یا همون گوشت خوک شروع میشه. این یه سری اسلایس های گوشت گاو داره داخلش که همینجوری گذاشته داخلش. گرمش رو اینجا زده که زده 300 گرم و قیمتش هم اینجا زده با مالیات که میشه 842 ین برای 300 گرم. این گوشت خیلی خوشمزه‌ایه و یه مقدار گرونتر از گوشت عادیه، ولی خب گوشته دیگه‌ای هم که مثلا قیمتش نسبتاً ارزونه الان اگر بخوام بهتون نشون بدم، این گوشته اگر دقت کنید بسته‌بندیش هم متفاوت‌تره، خب قیمتش هم ارزون‌تره، اسلایس شده و خب تقریبا الان این 378 گرمه که گذاشتتش 800 ین که حالا دیگه خودتون حساب کنید ببینید چقدر میشه. مثلا با پلو و اینا حالت ایران و گوشت خورشی ایران و اینا رو برامون داره، برای همین از این تو قرمه سبزی و قیمه و اینا میریزم. حالا اگر دقت کنید یه لحظه بیا اینجا،
یه سری گوشته دیگه هم هست. خب مثلا حالا ما کاری به اونا نداره. مثلا الان این گوشت واگیوه. اگر دقت کنید گاو ژاپنی آره خیلی چربی بیشتری داره، خیلی لذیذتره و حتما باید امتحان کنید. ولی خب نمیشه هر روز بخوای از این بخوری چون قیمتش خیلی بالاست. اگر دقت کنید قیمتی که قبلا داشته 3759 ین بوده ولی خب چون یه مدت کسی نخریدتش شده یه مدت یعنی یه روز تا 2 روز آره حدودا 30% ین خورد 30% آف خورده و شده 2631. یعنی خب این خیلی خوبه دیگه. آره. مثلا یکی اکثر افرادم نمیخرن میذارن تخفیف بخوره بعد تهیه میکنن. بریم قسمت ماهی‌ها. کلا ژاپنی‌ها عاشق ماهیان. بعد انواع ماهی‌ها رو تازه صید روز میگیرن میارن. مثلا اینو نگاه کنید، مثلا رنگشو ماهی سالمون که اکثر مواقع من همین سالمون میگیرم. آره سالمون و یه چند تا چیز آره یه مدل ماهی سفید رنگ. آره ماهی سفید. بعضی موقع هم شارک میاره یا همون کوسه میاره، اونم میگیریم چون برای من خیلی خوبه. این الان 10% تخفیف خورده. 165 گرم 532 ین بوده، تخفیف خورده 10% شده 479. حالا همین تا شب اگر بمونه همینجوری قیمتش کمتر میشه، یعنی 30% تخفیف حتی بیشتر هم آره داشتن. اینجا هم که دیگه اسلایسای برای خامه که خام میخورن که این حالا یه تیکه سالمون بزرگه، اینم هشوا بخریم. روحام از این حفرهایی که روش داره بعدش میاد. نگاه نمیکنه. بعد جلبک هم اونجاست. جلبک خیلی دوست دارن و خیلی هم خوبه اتفاقا. آره خیلی هم تو سوپی که سوپ میسوه فکر کنم درست میکنن. این جلبک خیلی آره اینو میریزن تو سوپ میخورن، به خاطر همین همشون سالمه. خیلی مفید، خیلی مفیده. و قسمت جذاب همون سوشی خودمونه که میذارن به صورت آماده. اگر دقت کنی اینجا باز 10% تخفیف زده. کلا هر چی زمان میگذره اگر کسی بر نداره اینا تا شب 30% 40% هم تخفیف میخوره. حالا ما معمولا اگر چیزی بمونه شب بخریم خیلی بهتره تا مثلا چیز. یعنی من روزای اول که میومدم اینجا میومدم وای میستادم مثلا اینجا فکر میکردم اینا پنیره، بعد نگو اینا توفو بوده. برمی داشتم میومدم خونه باز میکردم میدیدم خدایا اگر دقت کنید نشون بده. اگر دقت کنید به هیچ عنوان انگلیسی، حالا ما تا اینجا خیلی بهتون محصولاتشون رو نشون دادیم، به هیچ عنوان انگلیسی اصلا ندارن. یعنی حتی تو ایران هم اگر حالا توجه کرده باشید حداقل یه کوچولو اون اسم رو حتی به فینگلیش چی بهش میگن؟ فینگلیش فارسی به فینگلیش هم که شده میان یه دونه انگلیسی روش مینویسن. این هیچی کلا اصلا نداره. یه چیز دیگه که من همیشه میگیرم و توی روتینم هست این نون است که هیچ کس بهش رحم نمیکنه و من 2 تا میگیرم. آره نون تست هم اینجا کلا ارزون ترین نون تسته. آره که این قیمتش اینه 8 تاییشه و 8 تاشو گذاشته 106 ین. یه قسمت خیلی جذاب و یادمون رفت نشونتون بدیم. آره. قسمت غذاهای آماده. اکثرا هم چون سر کارن و نمیرسن که حالا غذا برای خودشون درست کنن میان اینا رو برمیدارن میرن و قیمتاش هم اگر نگاه کنیم مثلا این الان این پوله رو داره. به اینا میگن چی؟ لانچ باکس یا اوبنتو. آره پولو داره. نمیدونم حالا اینجا سبزیجات و یه سری ترشیجات و اینا رو داره. کلشو مثلا گذاشته با ماهیه 282 ین. یه مدل دیگه هم با تخفیف هم البته خورده. آره یکی دیگه 282 ین. یا مثلا اینو اگر خیلی بوی خوب میده. آره سوخاری به نظر میاد پنیر پیتزا و خب زیرش هم برنج مرغ، زیرش هم برنج. این خب مثلا گرونتر گذاشتهش 518 ین و خب تخفیف هم نخورده که حدودا ساعت 8 و نیم میان یه لیبلایی هست میچسبونن روی اینا و تخفیفاشون الان بعضیاشون داره دیگه. این الان آره. کار رایسه. اینجا این قسمت کلا سوخاری داره. اگر دقت کنیم مثلا اینجا سوخاری گذاشته، حالا مشخص نیست دقیقاً مثلا چه نوع سوخاریه. سوخاری مرغ، سوخاری گوشت اینا. ولی بزنید ترنسلیت براتون اینجا نوشته. اینا مثلا این مشخصه سوخاری گوشت، این کانجی گوشت. حالا این که دقیق چیه نمیدونم، ولی حالا ما همه قیمت‌ها رو دیدیم ولی میخوام تفاوت قیمت میوه رو با مثلا بقیه اقلام مصرفی ببینید. اینجا رو بگید مثلا الان اینا چند تا دونه انگوره؟
الان مثلا اینو اگر من بهتون نشون بدم دیگه حالا خودتون ببینید چند تا دونه انگوره. ولی خب این چند تا دونه رو گذاشته فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 1382 ین. یا مثلا این البته اینا حالا انگورش یه مقدار انگور متفاوتیه، ولی خب مثلا حالا انگورای نزدیک‌تر به انگور خودمون اینه که حالا باز اینم ببینید ما اینو این چند تا دونه رو گذاشته که همینو مثلا گذاشته 378 3000 مثلا این ملونه. آره 3218 ین گذاشته که قیمت نسبتاً بالاییه. یا مثلا یه دونه دیگه شو گذاشته 1058 ین. و از اونجایی هم که مثلا این میوه ها معمولا میوه های گرونی هستن، کاری که میکنن اینه که میان و اسلایسش میکنن و تو اسلایسی که میدن قیمتش به صرفه تر میشه. مثلا اینجا رو ببینید، الان هندونه اومده اسلایس کرده اینجوری، این مدلی، آناناس به همین صورت، طالبی حالا به همین صورت، ملون به همین صورت اینجوریه. این یا مثلا انگوریه که تو ایران هست، اینم قیمتشه 537. آره 500. خرمالو رو گذاشته 537. آره ولی این خیلی سفته، اصلا نمیدونم این خرمالوهاشون داستانش چیه. یا مثلا اینجا گلابی رو ببینید، 2 تا دونه مثلا اینجوری گذاشته 518 ین گلابی. مثلا اینجا کیوی اگر دقت کنید تازه یه جوری قیمت خوبشونه، ولی کیوی رو گذاشته 105 ین. به ازای هر دونه کیوی که میخورین تقریبا 40000 تومان هزینه‌تونه. بریم توی دونه از قسمتایی که خب مثلا خیلی‌ها شاید براشون سوال باشه. قسمت مشروبات الکلی هست که الان اگر دقت کنید مثلا این دونه از حالا الکل هایی که خیلی استفاده میکنن، چه اینجا چه اصلا محصولش محصول کره‌ایه در اصل، ولی خب خیلی ها اینجا استفاده میکنن. همین سوجو هستش که یه دونه از، حالا ما که ورزشکاریم و استفاده نمیکنیم و من سعی میکنم تا اونجایی که هست اصلا استفاده نکنم، ولی خب مثلا این الان اگر دقت کنید تقریبا گذاشته قیمت 616 ین، ولی این خوشمزه است. آره ولی این مثلا یه دونش واقعا برای یه نفر کافیه. یه دونه از چیزایی که اینجا خیلی گرونه نسبت به حالا اصلا مشروبات الکلی، آبجوه. یعنی خود ژاپنیا اگه بهشون مثلا بگی ما اینجا آبجو میخوریم، اینا میگن آبجو میخوریم؟ چقدر آره آبجو خیلی نسبتش نسبت به مثلا مشروب، چون خب گیراییش هم کمتره، خیلی گرون تره و شاید به صرفه تر نباشه براشون. ولی خب مثلا الان قیمت یه دونه آبجوی حالا مثلا خودشون مثلا یه دونه آساهی آره مثلا یه دونه آره آساهی که جز برنده معروفشونه 218 ین اینجا گذاشته، تقریبا 4 لیتر اگر اشتباه نکنم. آره این 4 لیتر ویسکی 4 لیتریه و گذاشتتش تقریبا 4000 ین. آره 4376 ین. ولی 4 لیتر خیلیه دیگه. یا مثلا اینجا جک دنیلز که حالا برند نسبتا معروفیه 40% گذاشتتش 3000 ین. چند لیتریشو 700 میلی شد. شیر از بین تمام برندایی که اینجا هست ما اینو میگیریم چون مزهش حالا با این فرقی نمیکنه، ولی خب قیمتشون خیلی فرق میکنه با هم. آره این الان 278 ینه، اون شیره 212. وقتی هم خودشون مثلا میبینیم از یه چیزی خیلی میبرن، آره الان این مثلا خیلی تموم شده. آره ما دیگه سعی میکنیم ما هم برداریم دیگه. خب آب میوه‌شونم اینجا قسمت آب میوه‌شونه. جالب. آره اینا همیشه منتظر بودم بهتون بگم. بچه‌ها تو ژاپن تو قسمت آب میوه ها هر آب میوه‌ای که دیدید یه میوه اسلایس شده روش عکسش هست، این آب میوه 100% طبیعیه. مثلا اینجا سیبش رو گذاشته، سیب و درست پرتقال داشت زده روش 100%، که حالا این یکیشه. حالا مثلا مدل دیگه شو اگر دقت کنید مثلا اینجا باز اگر دقت کنید داره این 100%، این همینطور اسلایس شده داره 100%. آره مثلا هویجه اسلایس شده. آره این نداره 100% نیستش. اینا هم یخچال غذاهای آماده است که شما فقط این جلدا رو باز میکنی میذاری تو مایکروفر و 20 ثانیه‌ای غذا حاضر میشه. آره خیلی چون مفید نیست ما زیاد استفاده نمی‌کنیم. یه دونه از چیزایی که من در ارتباط با ژاپن خیلی دوست دارم قسمت بستنی‌هاشونه. خیلی خوشمزه است و خب ژاپن چیزی که داره معمولا بستنی‌هاشون همون چیزیه که حالا برعکس
جاهای دیگه همون چیزیه که دقیقاً از تو خود چیزه میاد بیرون و خیلی خیلی بستنی‌های متفاوت و خوشمزه‌ای دارن. هر فصل هم بستنی‌هاشون متفاوت میشه. بستنی ما مورد کدومشو علاقه می‌خوایم؟ ما اینه که در واقع در حال علاقه- حاضر الان این بستنی این مورد علاقه منه، اون مورد علاقه روحام. این کاراملیه، این شکلات. آره الان اینه. اینو کلا این یکی من خیلی دوست دارم. اینم بعد الان یه دونه جدیدم داره میخوای امتحان کنی. این توت فرنگیه، به نظرم میاد خوب باشه. حالت شیر و توت فرنگیه. بگیریم. آره قیمتاش هم بذارید نشون بدم. اکثرا قیمتاشون یکیه، حالا با این تفاوت که بعضیاشون ارزان‌تره. اینا داخلشون اینا داخلشون مثلا زده دیگه 6 تا دونه داره، یا مثلا حالا اینی که ما اینجا برداشتیم 6 تا دونه داره. و اینم بستنیه دیگه شونه. یه دونه از بستنی مورد علاقه ما اینه، از این حالت توپیاس، خیلی خوشمزه است، مزه انگور و اینا رو میده. اینم بستنیه، حالا موچی ماننده، شکلاتیشو داره و عادیشو داره. بسته بزرگش هم داشت. آره بسته بزرگش هم اون برداشت. یه بستنی که خود ژاپنیا خیلی دوست دارن، اگه دوست داشتین حالا بگیریم امتحان کنیم براتون، بستنی ماچا هست و این بستنی یه حالت موچی روشه با سس مخصوص همین خود ژاپنیاست درست میکنن، شیرین و خوشمزه است. اگر خواستید که تست کنیم و محصولات حالا کلا ژاپنیا، حالا چه هر تنقلات و خوراکی که مد نظرتون بود از تو ویدیومون دیدید، که اگر دوست داشتید کامنت کنید که بگیریم و تستشون کنیم و ببینیم که چه جوریه مزهشون، چون خیلی هاشون هم هست واقعیت با اینکه خیلی وقت داریم بستنی متفاوت و یا خوراکی‌های یا تنقلات متفاوت رو تست می‌کنیم، خیلی هاش هم هست هنوز تست نکردیم، نمیدونیم چه مزه‌ای میده. واقعیتش میترسیم بخریم، میترسیم یه چیز بگیریم بخریم بعد مزه باشه، چون هست بعضی چیزاشون هست که خیلی بد مزه است. هر یه سری چیزای خاص دوست دارن، برای همین میترسیم بعضی مواقع. غذای ژاپنی کلا معروفه که اکثر چیزاشون خوشمزه است، ولی بعضی موقع یه چیزی عجیب غریبه دارن، چیزایی که شاخ در میاره آدم. اینم قسمت پاستیلاشون و آدامساشون و ایناه. حالا مثلا پاستیلی که خیلی هم پاستیلای خودشون نسبتا خوب و خوشمزه است. حالا مثلا یه چند تا از پاستیلایی که باحاله اینا هست که خیلی خوشمزه است. حالا اینجا روش هم معمولا زده نامبر وانه. میگیرن یهو اینو ما روزی که گرفتیم مثلا یه طعم ترش عجیب غریبی داشت که باید دوست داشته چشات مثلا اینجوری میشه. ولی خب قیمتش مثلا الان اینو گذاشته 246 ین که بد نیست، خوبه. حالا خیلی متفاوته سلیقه‌ایه. و اگه میخواین اینا دیگه خیلی باید بریم داخلش که مثلا یکی امتحان کنیم. گفتم اگر میخواین امتحان کنید کامنتشو برامون بذارید که یه ولاگ بگیریم کلا این تنقلیجات و ایناشون رو کلا این تنقلاشون و اینا رو تست کنیم. تنقلی خاصی بیا اینا رو هم بهشون نشون بدیم. بعد یه چند تا از چیزایی که دارن، خیلی برندای خیلی قوی شکلاتی که دارن ایناست. قنا اسمشو، میجی و اینا، که یه دونه از شکلاتی که البته اینجا نداره و من خیلی حال کردم باهاش. یه شکلاتی دارن داخلش ملاتونین داره و مثلا من روز اولی که اومده بودم ملاتونینم که تمام شد، یکم مشکل خواب داشتم، از این شکلات میگرفتم که مثلا اون حالت ملاتونینه برام به وجود بیاد. این 3 تا بسته شکلات تلخ بلک چاکلت میجی هستش که 138 ینه برای 50 گرم، ولی خیلی خوبه. آره خیلی خوشمزه است. میذاریم رو توست آبشه بخورید. اگر به یاد داشته باشید توی یه ولاگی بود که برای زلزله و اینا بود، برنجا همه تموم شده بود، هیچی برنج اینجا نبود. یه برنج گرفتیم این بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم. آره خیلی برخلاف تمام روزایی که اومده بودیم خیلی مزه بدی میداد. ما روز اول برنجمون رو اینجوری انتخاب کردیم. من و نگار وایسادیم یه گوشه نگاه کردیم، چون هیچی هم نمیدونستیم کدوم برنج بهتره. نگاه کردیم متوجه شدیم این برنجه رو حدود 10 دقیقه وایسادیم فقط نظاره کردیم. این برنجه رو خیلی میبرن این مارکه و از این دیگه برداشتیم و فوق العاده خیلی خوشمزه است. همشو از همش بیشتر دوست داریم. حالا بچه‌ای که توی ژاپنن نظر بزنن ببینیم داریم درست انجام میدیم. آره اگه برنج بهتری سراغ دارید بهمون بگید. چون ما 9 ماه کلا اینجاییم، ولی خب به هر حال با تجربه ما فکر می‌کنم که چیز خوبی. آره قیمتشو بگی. قیمت این برنج 5 کیلوه. نه 3000 5 کیلوه 3326 ین. تقریبا میشه 3000 ین. 3-4 تا 12 تا یک دیگه به قیمت روز خودشون حساب کنید. آره دیگه اینا رو خیلی قیمت گفتیم، خودتون حساب کنید. بریم ببینیم
چقدر میشه کل خریدمون. این قسمتی که میبینید قسمت آره. سلف کشیر هست که خودتون میتونید حساب کنید. این قسمت سمت چپ هم اگه دوست ندارید خودتون حساب کنید یا سختتونه میتونید برید براتون حساب میکنن که من حالا میخوایم بریم خودمون حساب کنیم. باله. خب این قسمت زده علامت زده که شما اینجا بگ خریدتو میذاری اینجا، کارتتو اینو میاری جلو میذاری اینجا، استارتو میزنی و با گوشیت پوینت کارتتو میزنی که امتیاز میده بهت. سبزیجاتو باید خودت انتخاب کنی، یه دونه. برنجه رو میتونی بلند کنی یا من بیام؟ بله که میتونم. اصلش برنجه خیلی قیمتش خب بیشتر بود. برنجه خودش شد 3000 توی این قسمت پول نقد رو از اینجا وارد میکنید، سکاتون رو از اینجا. اینم از خریدامون که آقا راهام زحمتش رو میکشه. این گرم کردن قبل باشگاهه دیگه. آره گفتم دیگه یکم جلو بازو بزن. تمام کسایی هم که میان اینجا برای خرید دوچرخه‌هاشون همینجوری میان، چون محل برای همین محل هستن، با دوچرخه میان دوچرخه‌هاشون رو اینجا پارک میکنن یا اونور دور اینجا پارک میکنن و میرن داخل. حالا هر خریدی چیزی که داشته باشن انجام میدن و تمام میکنن میره. مرسی که تا اینجای ولاگ همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی یادتون هم نره که حتما نظرتون رو بهمون بگید که اینجور ویدیوها خوشتون میاد یا نه، و اگر دوست داشتید برای تست حالا محصولات ژاپنی حتما برامون نظرتون رو کامنت کنید که بگید بهمون. لایک و اینا هم یادتون لایک و اینا ما خیلی دعوت به کال تو اکشنمون خوبه، تو هیچ کدوم از ویدیوها اصلا نمیگیم. حالا لایک و اینا دیگه میفهمن دیگه خودتون زحمت همه چیز رو بکشید. لایک، کامنت، سیو، شیر، هر چی که از دستتون برمیاد انجام بدید. مرسی که تا اینجا همراه بودید. مرسی که همیشه ویدیوهامون رو میبینید. بوس به همتون. تو ولاگ بعدی میبینمتون. بای بای. ماتانه. یادت رفت بگی.